مغز کودکان در بعد تولد هنوز قادر به ادراک کامل، هماهنگی فیزیکی، حافظه، زبان، حل مسئله و هماهنگی‌های فیزیکی نیست. فرایندی که طی اون کودک یاد میگیره اطلاعات رو از محیط بگیره، پردازش، تفسیر بکنه و ازش استفاده بکنه، رشد شناختی نامیده میشه. رشد شناختی شاخص اصلی ارزیابی مغز در نظر گرفته میشه. کودکان در 4 حوزه توجه و تمرکز، زبان، حل مسئله و تفکر به سرعت رشد میکنن. هرچه محیط غنی‌تر باشه، کودک به رشد شناختی بهتری میرسه. مهد کودک میتونه به عنوان یک بستر مهم برای کودک این شرایط رو فراهم بکنه. مهد کودک میتونه یک محیط امن باشه، در عین اینکه نیازهای عاطفی کودک رو فراهم بکنه، میتونه فرصتی رو برای کودک فراهم بکنه که کودک با دستورزی‌های متعدد، با مشاهدات، بازی‌های تخصصی و در عین حال آزادی عمل به رشد شناختی مهمی دست پیدا کنه.